مثلا اگر شخصی نزدیک اپا و خواهر باشد یا دادر باشد و قرضدار باشد مثلا از برادرش به خواهر و دادرها داده میشد، به عمک و تقای و به اینها داده میشد. قرضش را صاف کرده میتواند به جای یعنی زکاتش اگر این نزدیک است، یعنی که اپا و خواهر و دادر باشد مثلا قرض داده باشد خودش، یکی از دادرش قرض داده است برای اپاش یا اینکه برای برادری دیگرش و آن قرض را میتوانم که زکات گفته صاف کنم. این قول در نزد جمهور علما جایز نیست، یعنی بخشیدنی قرض به زکات. مثلا شما از من قرضدار هستید، من میگم که همون قرض بخشیدن به زکات در نزد اکثر علما جایز نیست، برای اینکه یک نوعی گریختن از زکات است و یک نوعی صاف شدن از همین خیل قرضدارایی که پول نمیتیان. برای این الله تعالی مکافات الهی اعلان کرده است. لیکن یگان حادثه عین باشد، انسان میتواند از یگان اهل علم فتوا پرسد. یعنی که خواهر و دادر به مثل پدر و بابای داخل نمی شود، مادر و زکات داده میشد. برای آنها مرحمت این زکات من از خواهرم بگیر یا برادرم بگیر گفته زکات داده میشد، لیکن پدر به فرزنداش داده نمیتواند و فرزند هم به پدرش نمیتواند.